اگر یک 4-5 نفر جوان دیگه که سر خود از نگاه سپورت بسیار چیز هستن که خوب میتونه بشین استاد شوه، اما تو جوانای لایق هستن کسی؟ بفرمایید که آقا میگن بیاین. یک نفر جوان قوی که سپورت ماین، دیگران نیستن ضعیف. بیاین ماشاءالله. دو تا نه خدا کسی هست که کتی در تیکرهای ما مسابقه بده؟ یک کسی که حاضر نشد کلش ناکام است. کی میتونه دیگه حاضر شوه؟ سومی بفرمایین. بیاین. آفرین. بیاین. آفرین. شاباس. دست خدا بالا میکنن جرأت ندارن. بفرمایین. خب اگه در پایان شما ایستاد شوین، من همینجا این تو قطار ایستاد شوین دیگه نیست دیگه را. آخر کسی سپورت نمیکنه دیگه. افغانستان بخی جوانای دیگه طرف هیچ سپورت مای نیست. آفرین. یک دو نفر سپورت ماین دیگه هم آمدن ماشاءالله. اینی از جوانای قهرمان ما که خوب سپورت میکنن. خب جوانا، من برای شما یک متن نمیخوانم. مثلا میگم که کلمه نشست آمد، شما کمی نشست آمد ببینم کی خوب سپورت میکنه، اما تو بشینه و استاد شوه. اگر همی یک ثانیه هم غلط کرد دیگه او ناکام است. صحیح شد نه؟ و او باز مستحق جایزه نمیشه. جایزه هم سربسته است. میفهمین که چیزایی که سربسته باشه حتما جالب میباشه. خب شروع کنم. نشست. کمی گفتم نشست میشین زود استاد میشین. نشست. حال شما رو بدانم از چی؟ من نشست میگم. نشست. آی سبحان الله. خب خیر است. همیشه کلی فصاحت نمیداشته باشه زبانم چی میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من شروع میکنم. آماده هستین؟ فهمیدین؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. یک جوان مسلمان میخواست که ازدواج بکنه و گفت که برای پدر خود به اعضای فامیل خود جمع کرد. گفت این مولوی صاحبا ما در دست کشیدیم، گفتن که موسیقی خود گناه داره و بسیار بی‌غیرتی هست و ناموس در مقابل مردم رقصاندن سوگپا هست. بیاین که ما و شما یک نشست بکنیم. خودت برای ناکام شدی. اناله گفت چی میشه که ما و شما یک جلسه بگیریم؟ باشه. فرق از بین نشست و جلسه شما کلتان تحصیل کرده هستین. صحیح است؟ اونا گفتن که ما و شما انشاءالله تعالی یک میتینگ میگیریم و در بین از این نشست خود ما و شما کوشش میکنیم که درباره از این مسئله بحث بکنیم. خب بالاخره یک نشست کردن همراه اعضای خانواده خود. یک نشست و دو نشست و سه نشست و 4 نشست و 5 نشست. خب بالاخره دید که مشکلات زیاد است و این نشست ها نتیجه برای یک چانس دیگه هم برش بده انشاءالله. خواه بالاخره این نشست ها نتیجه چی شد که اکثر پدرش گفت قبول است، خسرش گفت قبول است. و است امی کاکایی یک آدم نشئی بود. بالاخره صاحب کرد از امی کاکای نشئی خود که یک نشست کرد. خلاص برو خیس برو یک چانس دیگه هم بگی پیش. بالاخره بعد از که کل از این نشست ها همراه اعضای خانواده کاکای نشئیش گفت که برادر سازش سرمه. او برش گفت که الله تو را بشرمانه، ساز چی مهم است؟ مهمی است که مردم ما گناهکار نسازیم. بالاخره بسیار جنجالش زیاد بود و با بسیار سختی این جوان، چون جوان بسیار مسلمان و خوب بود، با این نشست ها توانست که در نتیجه حتی همین نشئی را هم چی کنه؟ قناعت بده و یک مقدار نشایسته بگیره و محفل خدا ابو ولیمه خدا از این خرافات نجات بده. تشکر میکنیم از جوانای محترم. برای هر کدامشان اما صاحب محترم یک جایزه بدید.